ای پسرم، اگر عملی به اندازه یک دانه خردل درون صخره‌ای یا در آسمانها و زمین باشد، خداوند آن را به حساب می آورد، بدان که خداوند لطیف و آگاه است. ای پسرم، نماز را به پای دار و همواره به نیکی امر کن و از بدی نهی نما و در برابر مصیبت‌ها صبر و استقامت داشته باش، زیرا این کارها مهم و اساسی است. هیچگاه به تکبر از مردم روی مگردان و در روی زمین مغرورانه راه مرو، زیرا خداوند هیچ متکبر مغروری را دوست ندارد. در مشی خود متعادل باش، صدایت را بلند مکن که ناشناخته ترین صداها صدای خران است.